بانو مهستی گنجوی میگه وان زلف شکسته را ز رخ یک سوزن. این چین و شکن زلف خب وقتی اینجوری پیچیده میشه علامه زیبایی بوده. میگه بزنش یه طرف. گر آتش عشق تو وزد یک سوزن، اگه یه ذره آتش عشق بوزه یک سو همه مرد سوزد و یک سو زن. از یه طرف مرد میسوزه و از یه طرف دیگه زن. یعنی اگر هر دوتا زلفتو بریزی این میفته روی این سینه ها، انقدر زیبا میشه که از یه طرف مرد میسوزه از اون طرف زن میسوزه. بس مواظب خودت باش. یه جا دیگه میگه دوشینه شبم بود شب یلدا، آن مونس غمخوار نه آمد عمدا، شب تا به سحر ز دیده در میسفتم. یعنی گریه میکردم. این در میکنه. میگفتم لا تذرنی فردا، تنها نزار. خدا درخواست میکرده. این همون ذکر زکریاست. اذ نادا ربه ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، که یحیی را بهش میبخشه. حالا منظور از شاعر چی بوده من نمیدونم.